سلام دوستان گرامی، بازم زمره نیکزاد هستم با یک ویدیو جدید از آبشار وردوج. این آبشار دلانگیز در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان موقع دارد. البته این مکان دیدنی با داشتن مساحت بسیار کوچک توجه بسیاری از گردشگران خارجی و داخلی را به خود جلب کرده است. در آبادیش از این بدرق ریزیم در آب زلال رنگ و فواران از این آبشار در فصل گرما پای بسیاری از خانواده ها را به اینجا می کشاند. آب و هوای خوب، مناظر طبیعی و مکان واقعا دیدنی. در آبادیش از این بدرق ریزیم در آبادیش از این بدرق ریزیم سرسبز کنیم دشت و بیابان. در مسیر این آبشار مناظر سرسبز چراگاه‌های خوب برای مواشی به وجود آمده است. به زیبایی این منطقه می‌افزاید. تشکر از این که ما را حمایت میکنید. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.